واد مرحله 6 7 واد مرحله 7 اصلاح میکنیم. خب هالترمون 20 کیلو، صفحه 2.5، صفحه 10، این ورم 10، این ورم صفحه 10، اینجا زده 10، 10 این ورم همینطور 2.5 خب یه یارو دیگه خب زد 3 2 1 5 ثانیه است. 4 3 2 1 برو. آروم ریلکس. 5 دقیقه وقت داریم. کلا 2 رپ میخوای بزنی. ریلکس با آرامش. بیا بالا. به بالا قرار شد وایسی تا من بگم بعد بندازی. آره بریم. برو 70 رو براش لود کن. سری سری سری. قبلا زدی 70. آره میاد امروز میاد. امروز احتمالاً 72 رو هم بزنی. باش محمد رضا برو کمربند براش بیار. $25 کیلو مجموعاً 70 کیلو. خوبه تا الان فقط 1 دقیقه رفته. وقت زیاد داره. بیشتر فشار میاد تا اونی که خب من گفتم رپ میندازی ها. خوبه یا 10 ثانیه دیگه نفس. خوبه بریم. لیفتت قوی، کشش رو به عقب. سری مچتو شل میکنی میشینی زیرش. باریکلا. مصمم. کمر قرص. لیفت قوی. فکر کن پاوره. بازم استراحت استراحت. عجله نکن. 2 دقیقه شد. یه نفس خوب. یه وقت زیاد داریم. آرزا بکش عقب. بریم. زیرگیریت هم سریع‌تر باشه. میگیری ها. بشین. بیا بالا. بیا بالا. بیا بالا. اوکی. این از 70. خوبه. 2 تا 1 بیارید. نه. سبزا سبزا. اونا اونجا. عجله نکن. آب بزن یا آب بزن. 1 کیلو. صفحه 1 کیلو. این ورم 1 کیلو. مجموع 72. عجله نکن. 3 و 15. سر 3 و نیم بزن. بیا کنار. بیا. بیا داداش. انشالله. باشو. خوبه. بعدی. بکش عقب میاد. نذار جلو بمونه. عجله نکن. وقت داری. میاد. تموم شده بود. 4 و 10.
آره ترای آخرت دیگه. بوقا 30 ثانیه رو بزنم یا نه؟ بیا داداش. دیگه همین یه دونه است دیگه. عجله نکن. نه. بیا. 30 ثانیه. کمربند رو ببند تا بیای مستقر شی. وقتت شد. 59 ثانیه. آه میشه. بجو 10 ثانیه. برو. ماشاءالله 30 ثانیه. بیا بالا. وایسا رپ. آفرین. کاری کرده.